بزه ای برو دیگه برو. ای بابا برو. وای 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 فرار کردم. ببین تو رو خدا، ببین تو رو خدا. صبح زود بیدار شده بودم و دیدن ساعت 7 بود. اول پا شدم این پرده پنجره رو کشیدم یه هوایی یک نوری بتابه. بعدم این کرسی رو مرتب کردم چون موقعی که خواب بودم زیاد لحاف و کشیده بودم همش اومده بود یه طرف. خونه رو هم یک خورده مرتب کردم و بالشتا رو جابجا کردم که همه چی مرتب باشه. دیگه من اول صبح عادت دارم 2 لیوان آب ولرم بخورم، البته آب جوشیده شده که میگن بهترین آبه. دیگه پا شدیم و رفتیم و اول به کفترا گفتم گندم بدیم، گرسنه‌شون بود، صبحانه‌شون رو دادیم و شروع کردن به خوردن. بخورین نانازیا. بعدم ذرت برداشتم و بردم برای مرغیا و خروسیا، از این بالا ریختم و اینم شروع کردن به خوردن. یه نهال کاشته بودم، نهال گل گلاب، اینم دیروز کاشتم. یه مقدار سیب بود گفتم که بشورمش اول، صبحانه که میل نداشتم چون تنها هم بودم. سیبا رو خوب شستم و که آماده بشه برای قسمت کردن. بعدم دیگه خوب که شستمش نشستم و با یه چاقو به 4 قسمت مساوی تقسیمش کردم. یعنی همشو برداشتم و به 4 قسمت تقسیم کردم. حالا بقیه نمیدونم چی کار میکنن، حالا من اینجوری یاد گرفتم دیگه. میبینم 4 قسمت تقسیم میکنند و بعدم آبشو میگیرن. دونه دونه دیگه برداشتم و البته من با همون دونه های داخلشم آبشو گرفتم. حالا اگه از دوستان نمیدونم خانمای عزیزم اینجوری آب میگیرن دوست داشتی نظر تو برام کامنت کن. بالاخره دیگه 4 قسمت که تقسیمشون کردم، دیگه دستگاه آمیوه گیری رو از بالای کابینت برداشتم و آوردم پایین و شروع کردم به گرفتن آبش. زدم به برق و معمولا 2 تا یا 3 تا تیکه مینداختم و آبش رو میگرفتم و شروع میکرد به آب. صداش ناخوشایند بود ولی دیگه چاری نبود دیگه. تیکه تیکه می انداختم تا آبش گرفته بشه و آماده بشه برای خوردن. حدوداً یه 5 دقیقه طول کشید که این تیکه ها دیگه انداخته بشه، چون میترسیدم فشار به دستگاه بیاد. دیگه کم انداختم داخلش که آبش گرفته بشه، چون میگن اگه زیاد تیکه بندازی فشار بالای موتورش میاد و میسوزه. متاسفانه منم آدم کم صبر ولی چاره ای نبود. یه سیب فراموش کرده بودم که اونجا دیگه چاقو رو برداشتم و تیکه تیکش کردم، اونم انداختم که گفتم حیف دیگه، یه سیبم یه سیبه و آبشو گرفتم. دستگاه هم یکم کش کردم دیگه، هرچی باقی مانده آبش باشه داخلش ریخته بشه داخل ظرف، و دستگاه هم خاموش کردم و از همه مهمترم این که از برق کشیدمش. دیگه گفتیم بذار یه لیوان بخوریم روی لیوانای سفالی مند. به به، یکی رو نوش جان کردیم، جای شما دوستان خالی. و دیگه گذاشتیمش توی یخچال بقیهش دیگه که بعداً استفاده کنیم. اینجا هم تفاله هاشو میندازم قاطی آشغالا ببریم برای بزبزیان، برای گوسفندا. حالا شما با تفاله هاش چی کار میکنید خانوما؟ اگه دوست داشتید برام کامنت کن. و گفتم یکم تمیزکاری کنم که دور و برم شلوغ پلوغ نباشه، خانم خونم بهم گیر نده وقتی بیاد. دیگه دستگاه هم شستم دیگه، آشغالا رو هم برداشتیم و گذاشتیم عقب وانت و به سمت خونه بابا. این ماشین منه، این پیکانه، این مال بابا بود، مسافرت هم نیستن. اینا هم کفترهای بابان چینه و آب دارن. رفتیم جای بزیان و اینا هم که حمله کردند و
دیگه نذاشتن آقا، رفتن به سمت مرتع که بچرن. منم آزاد گذاشتمشون دیگه، زیاد گیر ندادم، گفتم بچرید خوش باشید. یکم آفتاب گرفتم و شال برداشتم، علفه رو ریختم و بردم براشون ریختم یه مقداری توی آخرشون تا علف داشته باشن. یکم علف برداشتم و بردم برای مرغیا که علف که میخورن بهتر تخم میذارن. ریختم و ببینم تخمم گذاشتن. بله تقریبا 5 تا اینجاست، 2 تا اینجا. دیدم یه مرغ فرار کرده. ای بابا برگرد بابا، برو داخل آلونکت برو. خدا رو شکر رفت و دیگه درو بستیم. تخم مرغ هم ترسیدم، گذاشتم تو یخچال و بعد ارداس رو برداشتم گذاشتم تو ماشین. فراموش نکنم که بعد از ظهر باید برم علف بیارم چون علف هاشون تموم شده. آشغالای خونه رو برداشتم ریختم براشون. بعد دیدم که شالم بردارم که برای ظهر که برم علف بیارم فراموش نکنم. اینم جکیه آقا، این جکیه، اینم مادرشه. دیگه دیدم نمیان آقا، رفتیم یکم علف برداشتیم و نشونشون دادیم که زودتر بیان که ما بریم برای خودمون. دیگه یکم پیش و پشت دیگه دیدم آها میدوون آقا، ما هم فرار کردیم و رفتن سراغ علفا. این اولین ولاگم بود. دوست داشتی لایک، کامنت، سابسکرایب کن دوست عزیز، ممنونت میشم.